سلام، خوبین؟ سلامتین؟ Everybody welcome. بچه دبل تپ لایو کنین. مسلمان هستی؟ مگه من از تو پرسیدم که دینت چیه تو از من میپرسی؟ امروز چی پختی؟ امروز خوراک لوبیا با مرغ داریم. به به، غذای خوشمزه، غذای مزمزی. سلام الیسا، خوش اومدی عزیزم. تانک یو. بچه الیسا دوستمه. Everybody welcome. دونه دونه الان باید مرغا رو در بیاریم از اینجا. خب مرغ رو که در آوردیم توی همین روغن مرغ پیازمان را تفت میدهیم. به همین سادگی، به همین مزدگی. خب حالا پیازا رو اضافه میکنیم. من هر موقع آشپزی میکنم نهایت تلاشم اینه که کمترین ظرف ممکن رو کثیف کنم. چرا؟ نه که فکر کنین خیلی دختر مرتب و دوست جذاب و خوشگلم عزیز دلم. نه فکر کنین خیلی دختر منضبطی هستم و نه خیر، چون میخوام تا وقتی که کلینر میاد خونه رو تمیز کنه من یه دونه ظرف داشته باشم که بتونم توش غذا بخورم. نون اینجا انواع نون داره، نون باگت، نون فانتزی، نون همه چی. من میدونم چرا. الیسا دلیلشو گفت. بچه welcome back to here. welcome. خیلی خوش گردین. هپینس. یک دنیا یک مینا. ای جان thank you. شادخ کجا زندگی میکنی؟ عزیزم من ترکیه زندگی میکنم. الان جزیره بالی هستم، اومدم مسافرت 20 روز دیگه برمیگردم به خانه. مساری یعنی چی؟ بچه دبل تپ لایک کنین، شیر کنین، فالو یادتون نره. دوستایی که جدید اومدین ممنون میشم فالو کنین. فالو. آها نیاز داریم به مقدار زیادی آب جوش. من همیشه یادم میره که آب جوش لازمه هر غذای خورشتیه. سلام وطندار، خوش اومدی. بچه دبل تپ لایک. مرسی الیسا. نزن جان من نزن. خانهت اصلا کجاست؟ ترکیه. وطنم Everybody welcome. الیسا نزن جون من، نزن دختر خوب. به حرف من گوش بده نزن. خیلی خیلی خوش اومدین. Everybody welcome. این چرا آبش بند اومد؟ دیگه آب نمی پاشه. فکر کنم آبو تموم کردم. بچه دبل تپ لایک کنین یادتون نره. تریپل. مرسی. thank you.
سلام سلام everybody welcome. ای بابا این چرا آب نمیریزه؟ غلط کردی، باید آب بریزی. سلام بیمار چرا بیماری؟ چرا دیگه مار نداری؟ ای بابا گایدی تو هم. چرا کار نمیکنه این خدا؟ انا اتکلم عربیه. مینا از غذای افغانستان کدومشو بلدی؟ قابلی پلو چرب و خوشمزه بلدم میپزم و یعنی خوشمزه ها. اینو درست کردم دوستایم از افغانستان و ازبکستان تو ترکیه خوردن، اصلا پشماشون ریخته از این که من چقدر یه غذا رو خوشمزه درست کردم. قابلی پلو بچه دبل تپ لایک کنین. لایک شیر لایک فالو. آره غم در اونا فالو کنین. رب بمونم به موادمون اضافه کردیم. لا مینا بولانی بلدی؟ من یه بار بولانی درست کردم، انقدر خشک بود که متاسفانه نمیشد به دندون بخوریش. باید اول میشکوندیش با یه تبری چیزی، بعد میخوردی. سلام هاپو خوش اومدی. سلام حسن 313 خوش اومدین. بچه ها جوین فن کلابو بزن یادتون نره. مرسی. گشنمه. نمیخوام صبر کنم تا غذا آماده شه. الان باید یه ذره تایم چیه؟ تایم یه ذره برنج بخیسونم. به به برنج و قابلی پلو. میگه تبر مگه گچ ریختی توش؟ نه من اینا رو سرخ کرده بودم، این آرده خوش شده بود. تو اینو نگو، اینو باید بذاری یه جای درشو ببندی که این نرم بشه. این رو تو هوای آزاد مونده بود، خوش شده بود. یعنی دندانو میشکون، دندان شکن بود. قابلی پلو میپزی؟ آره ادریس ایشالله یه روز میپزم به زودی همینجا. فقط آخه رفتم مارکت قابلی پلو برای درست کردن قابلی پلو به چه نیاز داری؟ به گوشت تازه و خوشمزه گوسفندی با استخون، خوشمزه و گوشتای توپلی موپلی و چاقوچله. اینجا پیدا نکردم. اینجا رفتم تنها چیزی که داشت گوشت بز فریزر شده بود، اونم دست بزه از دست من لاغرتر بود، یه دست بزی بود. انگار بزه برق گرفته بودش، اصلا خوشم نمی اومد. با کشمش تو آره با مویز و هویج زیاد. قابلی پلوی جور کنم وطن دارا. سلام چطوری خوبی؟ خاله جون مگه من خاله تو هم؟ بیا بره.
سلام عشق من. سلام، خوش اومدی. مواد حرف نداره. مرسی ادریس جون، تانک یو. داری مسخرم میکنی؟ تعریفه یا تخریبه؟ یه قابلی بپز رنگمون ببره. بچه دبل تپ لایو و لایک کنید. لایک تریپل لایو و لایک کنید، شیر کنین دوستاتونم. بچه 1 ساعت من این لایو 20 صاحب رو باز کردم، هنوز 10 کا لایک نگرفته. مگه میشه؟ اصلا مگه داریم؟ نه میگم خوشگل، نه واقعا میگه خوشگلم. مرسی عزیزم، نظر لطفته. گو میخوری؟ نه نامو